با جماعت در راه حق، در راه یگانه پرستی و دور از خرافات یک جا باشید، بی‌طرف نباشید. حضرت عمر رضی الله عنه از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت میکنند که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم تأکید میکنند علیکم بالجماعه، سرجم باشید، متحد باشید، و ایاکم والفرقه، و از فرقه و از جدا شوی و از تقسیم شوی ها دوری کنید. فإن الشیطان مع الواحد و هو من الاثنین ابعد، و شیطان نزدیکتر است بر آن انسانی که خودش تنها است، جدا شده است. من اراد بحبوحة الجنة فلیلزم الجماعه. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که هر کسی که میخواهد جنت را به دست بیارد، بالاترین جای جنت را به دست بیارد، پس پایبند جماعت باشد، پایبند دین باشد، پایبند مذهب باشد، پیروی خدا و رسول باشد. در حقیقت میبینیم چقدر زیادن گروه هایی که نامی اسلامی دارند اما هدف و مقصد و مرامشان یک چیز است: منفعت به دست آوردن. برای منفعت شخصی خود یک گروه تشکیل میدهند، نام اسلام را بالای او میمانند و میخواهند به مقصدهای شوم خود برسند، به سیاستهای پلید خود برسند. شما شاهدید که در جهان تشکیلات‌های زیادی به نام دین عمل کردند اما تنها خونریزی و خرابی آوردند. مثلا گروه تروریستی اصل باخته در عراق و شام که صدها هزار مسلمانان را کشت، مسجدها را ترکاند، جوانان را به جنگ برد و نام اسلام را در تمام جهان و جهانیان یک دینی خشین و بیرحم نشان داد. خدمتی که همین خوارجی ها کردند، میگه ضربه‌ای که همین خوارجی ها کردند به دین زدند، دشمنان دین تا حالا به دین اینقدر ضربه سخت نزدند. دین را در تمام دنیا مخصوصا در اروپا خونین نشان دادند، بیرحم نشان دادند. یک جوانی را مادر خودش را به دار آورد، مادر خودش را کشت. در گجوی دین چنین آمده است. و خداوند سوگند، خداوند جل و علا خود و پیامبرش و دین از اینها بیزار است. پرچم دین خونی نیست، سیاه نیست. دین همیشه انسانها را به وحدت و رحم و شفقت و به یک دیلی و اخوت و برادری توصیه می نماید و راهنمایی می کند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیثی که نعمان ابن بشیر روایت میکند میفرمایند مثل المؤمنین، مثال تمام مؤمنها مسلمانان، فی توادیهم و تراحمهم و تعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند تمام مؤمن ها در مثال یک جسم است، یک انسان. در دوستی و رحم و دلسوزی و شفقت و مهربانی مثال یک جسم رو زدند که یک انسان رو اذا اشتكى منه عضوا، اگر یک اعضای بدن یک انسان درد کند تمامی بدنش ناراحت میشه. باید مسلمانان چنین باشند. و در حدیث دیگری که ابی موسی رضی الله عنه از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت میکنند که این حدیث در صحیح بخاری و مسلم آمده است. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند المؤمن للمؤمن كالبنيان، مؤمن با مؤمن، تمام مؤمن ها به مانند یک ساختمانند، به مانند یک بنااند. یشد بعضه بعضا، و فرمودند که یکدیگرشون را مستحکم میگیرند، یکدیگرشون را مستحکم میخوابند. و دستش را پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم چنین کرد و شبک بین اصابعه، دستش را هم چنین کرد که مسلمانان باید متفق باشند، باید متحد باشند، برادر باشند. وقتی ما در تربیه یک انسان
در تربیه فرزند همسایه یا یک راهگذر، یک هم ملت خود اگر بی‌پروایی کنیم خود ناکام میشه. باید در چنین پدیده ها باید هوشیار باشیم، باید فرزندان را نصیحت کنیم. برادران و خواهران ما که در مهاجرت مهنتی هستند بسیار در یک فضای آسیب پذیر قرار دارند. فرهنگ ها فرق میکند، ملت های گوناگون در آنجا است و میخواهند که از همون فضای خالی مهاجرین ما را، برادران و خواهران ما که در اونجا برای دریافت رزق حلال رفتند، میخواهند که ناکام کنند. جوانی 17 ساله 18 ساله هیچ معلوماتی ندارد، سوره فاتحه رو یک بسم الله الرحمن الرحیم رو درست تلفظ کردن نمیتواند. در چنگال همون گرگ‌ها غلطیده است، در فتنه همون دشمنان غلطیده است. دشمنانی که آنها نمیگویند ما دشمنان ملتی تاجیکیم، ما دشمنان اسلامیم، آنها چنین نمیگویند. تقدیر و عمر یک جوانی ما را که بسم الله را خوب تلفظ کردن نمیتواند، درست گفتن نمیتواند، یک سوره فاتحه را درست خواندن نمیتواند، میبینی که در دست سلاح گرفته است و چه کارهای زشتی دست است. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگوید کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، همه شما مسئولید و از هر یکی شما پرسیده می شود. خداوند جل و علا شما را می پرسد از پدر و مادرتان، از همسرتان، از فرزندهایتان، از همسایه‌تان، از برادر مسلمانتان که بالای شما حق دارد. خداوند جل و علا می پرسد از سرزمینتان و دیگر نعمت‌های فراوانی که خداوند جل و علا به ما و شما عطا کرده است، نصیب کرده است. همه اینها پرسش دارد. پس برادران عزیزم، یک انسانی رو دیدیم که در راه زشت میرود، در راه بد میرود، در راه کج میرود، بی‌طرفی رو نگیریم. بی‌طرفی یک روز نه یک روز همه رو هلاک میکنه. اگر بی‌طرف باشیم همه هلاک میشه. یک چند نفری در کشتی به دریا برآمدند و یک انسانی در دستش یک کارتی داشت، پیش پایش رو سوراخ میکرد و یک انسان تجربه دار وقتی دید گفت بخیز پیش راهی را بگیرید که باز همون را غرق میکند و نابود میکند. در اونجا جوانان بودند، گفتن بگذارو پیش پای خودش را شکاف میکند. اما وقتی که آب داخلی کشتی شد همه را غرق میکند. باید به توجه نباشیم. پیامبر محبوبمون محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر شما یک زشتی رو دیدید، یک پلیدی رو دیدید، یک عملی ناصالحی رو دیدید، یک انسانی رو دیدید که به زشتی ها دست میزند، با دستتون تغییر بدید، میگه پیش روی او رو بگیرید. اگر قدرت و توانتون نمیرسد به زبانتون بگویید. برادر عزیزم به همین راه نرو. برادر عزیزم حقارت نکن. برادر عزیزم غیبت نکن. همین متحدی گذشتگان ما بود که تربیه سالم را تا به این روز آوردن رساندن. نو بس از اون که میشناخت یا نمیشناخت سنت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را رعایت میکردن. هر کسی رو میدیدن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته سلام میدادن، احترام میکردن. هر زشتی رو میدیدن پیش روی او رو میگرفتن، نصیحت میکردن. نو بس از اون که میشناسن یا نمیشناسن. باید همین مسئولیتی که خداوند جل و علا به ما داده است باید آن را خوب استفاده کنیم. نصیحت کردن تنها وظیفه خطیب و امام و قاری و یا معلم نیست، وظیفه هر یک مسلمان است. و در اخیر میخواهم در موضوع اسراف برق تاکید کنم که شما میدونید در روزهای نزدیک قانونهای امضا شدن برای دزدی و اسراف برق، مجازات ها مقرر شد. در هر کاری که اسراف باشد، در هر کاری که زیاده روی باشد، در هر کاری که حرام باشد، او در حقیقت برای انسان ناکامی میارد. در مال انسان، در جان انسان، در روح و روان انسان، در تربیه انسان، در فرزندان انسان تأثیری بد میگذارد. متحد باشیم، یکدیگرمون رو دوست بداریم، از پشت یکدیگر غیبت و صحبت و حقارت و تهمت نکنیم، به خاطر خداوند جل و علا زندگی کنیم. همون عمری که ما داریم 60 و 70 سال، چنانکه که پیامبر محبوبمون فرمودند اعمار امتی، عمرهای امتی من 60 و 70 است. این عمر کوتاهی که ما داریم
بر خداوند سوگند شایسته نیست که از یکدیگر قهر کنیم، یکدیگر رو برنجانیم، حق یکدیگر رو بخوریم، به یکدیگر ظلم کنیم. و در اخیر دعا میکنم که خداوند جل و علا همه ما رو هدایت کند. پروردگار همه ما رو در راه راست استوار بدار و ما رو از راه پروردگار کجروی نگاه بدار. پروردگار آنانی که به کجروی ها رفتند، به خرافات ها رفتند، پروردگار همه آنها را، همه جوانان را هم پروردگار هدایت کن. پروردگار بیماران امان را شفای کامل و عاجل نصیب بگردان. پروردگار زندانیان را اصلاحی و آزادی نصیب بگردان. پروردگار گذشتگان همه ما را رحمت و مغفرت، قبرهایشان را با نور قرآن منور و روحایشان را شاد بدار. پروردگار قلبهای ما، فرزندان ما، کشور ما و امت اسلامی را با نور قرآن هدایت و زیبا و با برکت بگردان. پروردگار این وطن عزیزی ما را از تمام خطرها و فتنه ها در پناه اسمت خویشت نگهبان باش و استقلال و این وحدت و سرجمعی این ملت و تمام مسلمانان را پروردگار تا قیام قیامت همیشگی بگردان. پروردگار اسلام و مسلمانان را عزت و نصرت بده. پروردگار دعاهای ما را اجابت فرما. پروردگار آنانی که جوان مردانی که سهم میگذارند برای پیشروی این مسجد و مرکز و تمام مسجدها، پروردگار در عمر و کسب و کار و فرزندان و تجارتشان برکت بده و همه ما دست برداشتگان را عمری دراز مبارک با برکت نصیب بگردان. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.